بسم الله الرحمن الرحیم. پروژه دوم سازه‌های نو در مورد یک آلاچی با سایبان تاشو بود، ریترکتبل پرگولا کانوپی. ساختارش که همطور میبینید به کمک مفصل‌ها و اهرم‌های آکاردیونی باید این بازو بسته بشه. از متریالی که استفاده کردم بیشتر متریال چوب استفاده شده، به استثنای اون ریلی که فلزی در نظر گرفته شده. ساختار آکاردیونی که از طریق پیچ و مهره این چوب ها رو به هم وصل کردیم. بر روی محورهای ارضی سوار کردیم و در این محورها رو درون یک میله توخالی قرار دادیم. از طریق نخی که در اینجا قرار داده شده، وقتی این نخ کشیده بشه این سقف جمع میشه و معمولا توی نمونه های عینی برای جمع کردن این نخ یا این آکاردیون ممکنه از یک چوب هم استفاده بشه، مثلا به شکل اهرم. ساختار جمع شدهش.